استاد به همین مانند مسئله قرض گفتین، یک نفر درباره همین قرض مسئولیت پرسیده، گفته که یه عادتی بد در من پیدا شده است، همیشه از آدم قرض میپرسم، همین قدر میگویم که نمیپرسم باز یگان مشکلی پیدا میشود و باز میگیرم. عین حال باز قرض دارم، چیکار کنم که به آدما حاجتم نغلطد؟ یک مصلحت میدادید. نقشه میکشم، از روی نقشه باز میبرایم. راستی خسته شدم از آدمها پول پرسیدنم. بعد به همین مانند یک نفر دیگه پرسیده که یگان دعا، آیت یا اینکه صلوات هست برای از قرض خلاص شدن؟ برای از قرض خلاص شدن یک چند عملها رو ذکر میکنم. قرضدارها نوشته گیرید و طبق همین دستورها عمل کنید. اولش اینکه نقشه ادای قرض رو میکشید. نقشه ادای قرض رو کشیدن یعنی قرض چقدر که صاف میشد. اینو باید حد و حدودش مانید و به همین نقشه هایی که میکشید عمل کنید، قرض انشاءالله صاف میشد. کار دیگر این که دیگه قرض نگیرید. از همین روز اعتبارا قرض نگیرید. وقتی که قرضدارا به سرتون فشار میبیارد، فکر نکنید که از آدمی نقصتر از نزدیکتر قرض گیرم و اینو صاف کنم، این آدمی گنده هست، این ضررش بسیارتر میرسد، از این گرفته صاف کنم بعنی نمیتیم. نه، این کارو نکنید. روتون در پیش یک آدم سیاه شد، در نزد دو آدم سیاه نکنید روتون. آدمی که شما از وی قرضدار هستید ولی وی داد میگوید، شاید دشنام میتید و حق هم دارد گاه. در صحیح بخاری آمده است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که یه مرد آمد به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یتقاضاه، قرضش طلب کرده می آمد. فاغلظ، بعد به پیامبر صلی الله علیه و سلم درشت معامله کرد، معامله احترامی نکرد. بعضی گفتند که وی کافر بود، بعضی گفتند که مسلمانی اعرابی بود، بادیه نشین بود. بنابراین درشت معامله کرد، یعنی ملایم رفتار نکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم منزلتشون احترام نکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرض گرفته بودند. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم قرض میگرفتن برای مشکلات مسلمان ها، یا مسلمانی محتاج میبود یک کس قرض گرفته میتیان، یا برای جنگ، برای پیشرفت دولت اسلام، برای عموم حاجت مردم قرض میگرفتن، یا برای پیشبری خدمت اسلام، برای پیشرفت دین اسلام گاه قرض میگرفتن. سپس که مال که آمد از بیت المال میدادن. از اون آدم شطور گرفته بودن. اغلب با پیامبر صلی الله علیه و آله درشت معامله میکرد. فهم به اصحابه، صحابه ها از جا میخزن شمشیرای گرفته برای این معامله بیزه باش. چون که شدت و حرمت صحابه ها و احترام صحابه ها به همه معلوم است. بنابراین بعضی کافرهای مکه گفت که والله من گفت یگان پادشاه ندیدم که محافظان و پیروانش چه خیلی که پیروان و صحابه های محمد را دوست می‌دارد و او را حمایت می‌کند، این خیر در دیگر کس ندیدم. تمام صحابه ها جان خود را برای پیامبر صلی الله علیه و آله برای فدا کردن آماده بودند. بنابراین تمام صحابه از جا خیستن. فهم به اصحاب، خواستن که به او هجوم کنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوه، پیامبر صلی الله علیه و سلم که مالید او را به حالش گذارید. دعوه فان لصاحب الحق مقالا، و امانت گفتن صاحب حق مقال دارد، یعنی حق گابزنی او گابزن هستن، یعنی قرض دادگی هست، وقتش آمدگی هست، وقتی دادن آمد و گابزن از دیگه به سخنش بلند میشد دیگر. وقتی که قرض گرفتید یک از داد میزند سرتون خم کنید دیگر، و حق دارد. ببینید حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه گفتن که دعوه، مانید و کاردار نشید. فان لصاحب الحق مقالا، او صاحب حق است، او حق گابزنی دارد اگرچه دروش گفته باشدم. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، یک شطوری
همون چند ساله دادگی باشد همین قدر تیتان. حالا یا رسول الله نه نجدو الا امثال من سنی. یا رسول الله شطوری که وای داد مثلا 2 ساله یا 3 ساله شطور دادگی بود است. این خلاق نیست گفتن در بین بیت المال. بیت المال یعنی ما خانه ای که در آنجا مالی دولت میستد، مالی عمومی مسلمان ها میستد. در آنجا گفتن شطوری این خیلی سن و سال نیست. بعد پیامبر صلی الله علیه و گفتن که اعطوه فان من خیرکم احسنکم قضاء. اینا گفتن که یا رسول الله فقط شطوری کلان سالتر است. شطور اگر 4 ساله باشد از 3 ساله نرخش قیمت، 5 سالش از 4 سالش قیمت. هر چقدر سالش کلان باشد همینقدر قیمت میشد شطور. بعد گفتن که هم کلان سالترش بود است. از او مثلا 2 ساله گرفتگی در اینا 4 سالش است. گفتن که تیتان فإن من خیرکم احسنکم قضاء. چون که بهترین مسلمان آنه که قرضتیت خوشرو میدهد، کلانتر و بزرگتر میدهد، لیکن به شرطی که شرطنامهش نباشد. خیلی که ما بارها اینه در صحبتامو اشاره کرده هستیم. شرطنامه نباشد، یگان اشاره نباشد. ما برای من کمتر پول تید، من انشالله نقص کرده میتیم، خوب کرده میتیم، از من ضرر نمیبینید. گودگر اینو علاقه نمیاک است، اینو ایما هست، اشاره هست که زیاد کردم، این ریبا هست. اینجا یگان شرط و شروط نبود. قرض گرفتن وقتی دادنند بسیار تر دادن. حضرت جابر هم شطورش خریدن 40 درهم به، وقتی دادن شد که خزینه‌بان گفتن که 40 درهم تیو زیادتر تیو. اینش حواله به خودش کردن، دنگی کمتر زیاد کرده تیو. خب این دلالت میکند که برادر عزیز آدمی قرضدار حق دارد که آواز بلند کند. بنابراین کمتر صبر میکنید و قرضدارهای تلفنش چارنی سپسکه نکنید، بلکه با قرضدارها در معامله باشید. زنگ زنید گویید که من کوشش دارم قرضات صاف کردم. با قرض برادرای عزیز یک چیز دانید که نفس المؤمنی معلقتون بدینی. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه نفس مؤمن معلق به قرضش است تا مادامی که قرضش ادا نشود. روایت ترمذی هست، حدیث صحیح است. در شرحش امام عراقی گفتن که امر او موقوف می ایستد، نه حکمش به نجات داده می شود نه به هلاک روز قیامت. منظور آدمی که قرضدار می مورد امرش موقوف می ایستد، هیچ مسئلهش حل نه، ناتمام می ایستد تا قرضش یک طرفه شدنه، حتی یقضا عنه، تا قرضش صاف شدنه. بعضی ها امام سیوطی مثلا رحمت الله علیه گفتن که محبوستون عن مقامها الکریم. معنای نفس المؤمنی معلقتون بدینی، نفس مؤمن معلق به قرضش است. معناش این است که آدم وقتی که از دنیا میگذرد، مؤمن آدم ثوابی عملهای کردگیش حالی نمیگیرد، یعنی به جنت به اون مقام کریم نمیرسد، می ایستد تا قرضش یک طرفه نشود. یعنی این تحذیر میکنند از قرض. و این چنین حدیث عمرو بن العاص، حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما، پیامبر صلی الله علیه و آله القتل فی سبیل الله یکفر کل شیء الا الدین. در راه الله تعالی کشته شدن، کسی اگر در راه الله کشته شود تمام گناهاش کفاره میشه. به سبب کشته شدنش تمام گناهاش بخشیده میشه غیر قرض، برای اینکه قرض حق آدم ها است. و حدیث جابر برای شما ذکر میکنم، برای اینکه قرضدارا اول مسئله قرض دانید تا بی‌پروایی نکنید. بعضی ها وقتی که مدت قرض دراز میشد و صاحب قرض وقتی که قرض طلب نمی کند یا مانده میشد از پرسیدن دیگه نمی پرسد، ناامید میشد، اینا فکر میکنن که تمام کن، نمیتیم، نپرسید کو. جابر رضی الله عنه میگن که توفی رجل فغسل، نه یا مرده که وفات کرد، نه صحابه، پس ما او را غسل کنانیدیم و کفن کنانیدیم و حنفناه، او را خوشبوی کردیم. ثم اتینا به رسول الله صلی الله علیه و یصلی علیه. ثانی آمدیم رسول الله صلی الله علیه و آله آگاه کردیم که نماز میخواند یا نه. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله به نظرش چند قدم های گذاشتن، گفتن که علیه دینون، این قرض دارد؟ قالوا بلا دیناران، گفتن که بله یا رسول 2 دینار قرض دارد. 1 دینار
تقریبا $250 است. 2 دینار $500. قلنا دیناران یا رسول 2 دینار قرضش فانصرفه. برگشتن نخواندن جنازه. پیامبر صلی الله علیه و برگشتن. ابو قتاده همین 2 دینار رو به گردن گرفت که اون 2 دیناری معیت من به گردن میگیرم من میدهم. فاتیناه پس آمدیم با ابو قتاده گفت که یا رسول الله 2 دینار به ارزیمه من است. بعد پیامبر صلی الله علیه و آمده جنازه خواندن. ثم قال بعد یوم بعد یه روز ابو قتاده دیده گفتن که ما فعل الدینار اون 2 دینار چیکار کردی؟ گفتم که اینما مات امس یا رسول آخه دین مرد، دین وفات کرد. فعاد الیه من الغد روز دیگر با گفتن که چیکار کردی؟ گفتن که قد قضیتهما یا رسول الله صاف کردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت الان بریدت جلدته. در بعضی روایات الان بردت علیه جلدته. اکنون این لفظ احمد است. الان بریدت علیه جلدته. اکنون پوستش را خنک کردی. اکنون پوستش خنک شد. یعنی نو از عذاب صاف شد. خلاصه این حدیث ها دلالت میکند که آدم اگر قرضدار وفات کند یعنی در آخرت هم صاف نمیشد، مردن کتی هم صاف نمیشید از قرض. و حدیث ابن عمر میخوانم ومن مات وعليه دین اخذ من حسناته لیس ثم دینار ولا درهم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی که اگر وفات کنه و در ذمه‌اش قرض باشد اون روز دیگه دینار و درهم نیست، دیگه دلار و یورو نیست، دیگه پول و مال نیست دیگه که پول کتی حساب و کتاب کرده شود. چه خیر حساب و کتاب کرده میشد؟ اخذ من حسناته. از حسنات ثوابهای آدمی قرضدار گرفته به صاحب قرض داده میشه، به صاحب پول، و قدری پولش از ثوابش گرفته داده میشد. اگر ثوابش تمام شد از گناههای وای آدم گرفته به گردن این آدم قرضدار پرداخته میشه. بنابراین این حدیثات یعنی که ما رو هوشیار میکنند، تحذیر میکنند از گرفتن قرض و از بی‌پروایی از قرض. برادر عزیز، حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یؤتی بالرجل المیت علیه دین فیسأله هل ترک لدین من قضاء. حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آدمی قرضدار آورده میشد به جنازه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسیدند آیا این قرض دارد؟ میگفتند فإن حدث انه ترک وفاء صلی علیه. اگر سخن کرده شوند که یا رسول این قرض دارد لیکن وفا ترک کرده رفته است، یعنی ماشینش فروشد قرضش صاف میشد، یا اسبش فروشد قرضش صاف میشد، یا یک دیگه خانه دارد 3 حجرگی مثلا و فروشد قرضش صاف میشد، وفا دارد بود میخواندن و الا قال صلی الله علی صاحبکم صلوا علی صاحبکم. اگر وفا نداشته باشد یعنی برای ادای قرضش مالی ندارد که صاف کند، در این حالت میگه صلوا علی صاحبکم، میخواد باشه شما جنازه خانه تا میفتن نمیخواندن خودشان. فلما فتح الله علیه الفتوح، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند دولت اسلامی تشکیل شد، فتوحات شد، بعضی غزوه ها شد، دولت صاحب پول و مال شد، گفتند که انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من برای مؤمن ها از نفس هاشان دیده اولاتر و سزاوارتر هستم. من توفی و علیه دین فعلیه قضاؤه. کدام مسلمانی وفات کنه و قرضدار باشد اون قرض بر ذمه من است. اینه چی میخواهید از این پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ کدام مسلمانی وفات کند بر ذمه‌اش اگر قرض داشته باشه و بر ذمه من است. و من ترک مالا فلورثته. لیکن اگر کدام مسلمانی که از خودش مال ترک کرده رفته است، قرضدار نه بلکه پول و مال زیاد ترک کرده رفته است، فلورثته، برای میراث خوراش. مال ترک کند برای میراث خوراش، قرض ترک کند بر ذمه من است. صلوات الله و سلام علیه. الله تعالی هم در قرآن گفت که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم در سوره احزاب.
پیغمبر برای مؤمن ها از نفس هاشون دیده عزیزتر است. واقعا صحابه ها از نفس خیش دیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشتن. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من برای اینها از نفساشون دیده عزیزتر هستم، اولاتر هستم. بنابراین کدام مسلمان وفات کند و قرضدار وفات کند، قرضش بر ذمه من است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرض ادا میکرد. اکنون گوش کنید برادران عزیز. شوکانی گفتن که و فی معنی ذلك عده احادیث، در این معنی یکشن حدیث ها هست ثبتت عنه صلی الله علیه و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد انه قال بعد ان كان يمتنع من الصلاه على المديونين، بعد اینکه پیشتر به مدیون ها قرضدارها پیشتر جنازه نمیکردند، بعد گفتن که فلما فتح الله علیه البلاد، شهرهاشون وسیع شد، دولت ها کلان شد، فتح مکه شد، حدود اسلام دولت اسلامی وسیع شد، پول و مال زیاد شد و کثرت الاموال، مال ها که زیاد شد، صلی علی من مات مدیونا، هر کسی که قرضدار میمود برای جنازه میخواندن و قضا عنه، قرضش هم صاف میکردن. انا کن گوش کنید. و ذلك مشعر من مات مدیونا استحق ان يقضى عنه دینه من بیت مال المسلمین. این آگاه میکند و اعلام میکند این حدیث ها که کدام مسلمانی که قرضدار میمورد سزاوار است که از بیت المال قرض او صاف کرده شود. از بیت المال، از بودجت قرض او صاف کرده شود. بعد گفتن که و هو احد المصارف الثمانیه، این یکی از 8 گروه آدمایی که الله تعالی برای آنها زکات تقسیم کنه تا گفتن، یعنی آدمی قرضدار فلا یسقط حقه بالمال، اگر وفات کنه هم حقش ساقط نمیشه. قرضدار وفات کرد، الله تعالی به قرضدار زکات تیتان گفت، این قرضدار است، مردن که قرض صاف نمیشه. و دعوى من ادعى اختصاصه صلی الله علیه و سلم بذلك ساقطه، کدام عالم طالب علم اهل این دعوا کند که این خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، به دیگر راهبران مسلمانان دخلش نیست، گوید همین دعوایش دعوای ساقط است، این سخنش سخنی باطل است. گفتم یعنی که کدام آدمی که امیر مسلمان ها هست، راهبری مسلمان ها هست، قرض مسلمان ها را باید از بیت المال صاف کند. این خیلی میشد راهبری مسلمان ها، قرض مسلمان برای هر یک آدمی که قرضدار هست، خواه برای قمار بازی قرضدار شد، برای چی؟ برای قمار زد، پادشاه پرسیده میشد. برای چی وای ریبا گرفت، از بانک قرض گرفت، ولی خودش هم جزا داده میشد، برای لعنت کرده میشه، برای قرض گرفتگیش، قمار بازی کردگیش، ریبا گرفتگیش جزا میگیرد خودش هم، لیکن پادشاه هم جزا میگیرد. چونه؟ برای چی؟ چرا؟ به خلقت اهمیت ندادی، به مردم اهمیت ندادی که اونا قرضدار شدن، چرا آنها قرضدار وفات کردند؟ جواب میگوید در پیشگاه الله تعالی هر یک آدمی که گرسنه خواب میکند، امیر مسلمان ها، راهبری آنها از بالای آنها روز قیامت جواب میده. هر آدمی که گناه میکند، راهبری آنها از بالای آنها جواب میگوید، هم به مسئله های دینی هم به مسئله های دنیوی. بنابراین ببینید این حدیث بسیار حدیثی بزرگ است و تمام حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ است. کدام مسلمان وفات کند و اگر قرضدار وفات کند، قرضش بر ذمه من است، لیکن مال ترک کرده را برای من، برای میراث خوراش، برای فرزنداش. ببینید دین مقدس اسلام برای شما چی بدی کرده است؟ بهترین دین، بهترین هدی، بهترین شریعت محض به کارهای فایده‌ناک امر میکند، محض فایده شما رو میخواهد، نمیخواهد که به پای شما خار زند، نمیخواهد که برای شما اندک ضرری رسد. این بزرگترین شریعت نازل شده از جانب پروردگار است. و امر سیوم استغفار و توبه را زیاد میکنه، چون انسان سبب هر یک مشکلی را از گناه خودش داند. قرضداری هم مشکلی هست، مصیبت است. حضرت سعید و حضرت محمد ابن سیرین صاحب تعبیر خواب، عالم بودن، مفسری تعبیر خواب بودن، یکی از علماهای تابعین. خواب امام اعظم امام ابو حنیفه را هم تعبیر کرده بودن. این که از زندان شدن در آخر حیاتشان
با وجود مقام عالیشان، منزلت بزرگشان از علم و از عبادت و از مرتبه، و سبب اینکه قرضدار شدن زندان شدن. بعد در زندان گفتن که من میدانم سببی قرضداری رو. 40 سال پیش یک آدم رو مفلس گفته بودم. مفلس یعنی بانکرات. مفلس یک آدم وقتی که مفلس میگوید این اون آدم در بلا هست، شما باید عیب کردید به همین بلایش. بلایی که به سرش آمد، به سر یک آدم بلا آید، شما باید عیب نکنید، بلکه به آن عافیتی که امروز شما دارید و اون برادر گرفتار است شکر کنید. الحمدلله علی العافیه. هم به آن سلامتی که من الله تعالی به این بانکراتی و مفلسی گرفتار نکرده است و این برادر گرفتار کرده است. اون برادر رحم کنید و عیب نکنید و تنقید نکنید، خوب شده است نگویید. گفتن که این سببی امروز قرضدار شده زندان شدنم 40 سال پیش یک آدم مفلس گفته بودم. بنابراین یکی از راه‌های رهایی از قرض زیاد گفتنی استغفار و توبه. ما در بالا هم اشاره کردیم به سوال دیگر برادر که حضرت نوح علیه السلام گفتن که فقلت استغفروا ربکم، شما استغفار پرسید از پروردگارتان، الله تعالی برای شما مال و ملک زیاد، پسرها، دریاها، آبهای فراوان میدهد. استغفار سبب کشایش کارها هست. و همون صحبتی که آیدی استغفار کرده بودیم برادران زیری همین نوارها گذارید سیلکشه تا اینکه برادر رو درباره استغفار علاهیده معلومات گیرن. چون دعا میکنید که الله قرض مرا صاف کن، شب و روز دعا میکنید. این چهارم وسیله. پنجمینش نماز استعانه، 2 رکعت نماز میخونید مخصوصا برای سبک شدن قرضتان و ادا شدن قرضتان. الله تعالی میگه واستعینوا بالصبر والصلاه، شما با نماز و با صبر یاری طلبید. نماز خوانید 2 رکعت بعد یاری طلبید الله قرض ما صاف کن. و من استعان بالله اعانه، کسی که الله تعالی یاری پوزه الله تعالی یاری میده. ششم اینم شاید به جای یحکم هم مانیدم میشه، قرضم رو صاف میکنم گفته در پیشتون نویسید. قرض رو صاف میکنم گوید، عزم کنید، اراده کنید، نیت کنید. الله تعالی میگه یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا، اگر الله تعالی در قلب شما نیکی رو بیند نیکی میدهد برای شما. این آیت اگرچه درباره اسیرها آمده است، این لفظش معتبر نیست، لفظش معتبر است. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قاعده معروف در نزد مفسران این است که یعنی عبرت به عموم لفظ است. الله تعالی میگه یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا، اگر الله تعالی در قلب شما نیکی را بیند برای شما نیکی میده. بیند که شما قرض ادا کردنی هستید، فقط نیتی خالی کفایه نیست، عمل میکنید، کوشش میکنید، الله تعالی برای شما نیکی میدهد. سوره انفال است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من اخذ اموال الناس یرید اداها اد الله عنه، کسی که از آدمو قرض گیرد با مقصدی گرداندن الله تعالی میگرداند، یاری میدهد. یعنی نیت اعتبار. و من اخذها یرید اتلافها اطلفه الله عنه، کدام آدمی که قرض گیرد با مقصدی نیست و نابود کردن، قرض گفته میگیرد و دیگه میگه نمیتیه، با همین نیت گیرد همون پول نه به این نصیب میکنه، همین خیلی از بین میرود، قرضدار میماند. نیتش اعتبار. بنابراین نیتی نیک خوب است برادر عزیز. نیت کنید و نویسید که من این قرض رو صاف میکنم. هفتم قرض را حساب کنید، یعنی عمومی قرض را حساب کنید. این چنین هشتم پول و مالی که دارید حساب کنید، چقدر درآمد دارید، چقدر صاف میشد، درآمد خود را حساب کنید، خراجات صرف و خراجات حساب کنید، صرف کاری را پیشه کنید. همین روز اعتبارا صرف کاری یعنی رسخوده کمتر کنید. چیزایی که به همین هم میشد باید کمتر به قفا مونید. مثلا در رستوران خوردن، در آشخانه خوردن، با تاکسی گشتن، نیست کمتر با اتوبوس گشتن، یعنی که در خانه خوردن، این چیزها رو کمتر کرده، یعنی صرف و خراجات کم کرده. ابله را که دیدی که شمع کافورین هد، خلاصه کسی که در ابلهی که دیدی که در روزی روشن شمع در میگراند، زود ببینی کش به شب روغن نباشد در چراغ.
یک میبینی که شب بسانی چراغ، روز به شمع در گراونده شده است، شب میبینی که به چراغ شده است. این ابله هست آدمی که یعنی نادرست نعمت استفاده میبرد. روز به شمع در گراونده، شب به شمع میشنه، یعنی صرفه کاری میکنه. این چونین با صاحبان پول در علاقه بودم، یعنی قرضدارا که دعوا گرفتن در کار نیست. قرضای خود رو اول معیده ها رو صاف کنه. یک آدم $100 قرض دار، از یک آدم $500، یک آدم $1000، یک آدم $2000، یک آدم $5000، یک آدم $100,000. اول $100,000 به کوشش نمیکنید. این $100 محکم کنید، یک تا آدمی تلفن کننده کم میشه. $500 را همین خیلی کم کم عددی آدم ها کم میشه. هر ماه باید قرض دهید اگرچه کم باشد. حدیث ابو هریره هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مقتل الغنی ظلم. پول کشیدن آدمی بی حاجت این ظلم است. یعنی پول هست تو نمیتونید قرض دار. پول هست، میتونید $100 داده، میتونید $1000 داده، میتونید و خیلی 5 تا شاید بعد میتیم یا 10,000 شاید بعد میتیم، میگوید این خطا است. همین $1000 هم بردید، $100 هم بردید، یعنی این خوب است. مقتل الغنی ظلم. وقت پولش هست، وقت آمدگی و دادن به دلش نمیشد، نمیتونه میگردد، همین ظلم است. ظلم که کردید الله تعالی در جانب ظالم نیست. اینو نقض دانید. قرض آدم گرفتید، پولی آدم گرفتید نمیگردونید که ظلم است. بعد دیگه کاراتون راه نمیره و میبینید که با زنتون علاقتون خوب نیست، با فرزنداتون علاقتون خوب نیست، تا از طعام مزه نمیچشید، دردی دندان، دردی پا، هر مشکلی هر روز است. آخه شما قرض عرق جبین قطعی مهنت کرده برای شما پول داده از پولش چون نمیگردونید. دیدید که امروز شرایطی ستانیدن ندارد. اون آدم در غریبی هست، در شهری بیگانه است، شما رو یافته نمیتوند، پولتون رو گرفته نمیتوند، گشتید خورده. حالا جواب میگویید برای دیگه طرف از بینیتون میبراید بیهوده زوری بیهوده نزنید، قرض مردم رو برگردانید. مقتل الغنی ظلم. بعد با شما میخواهید که در بالاتون ظالم حکمران نباشد، میخواهید که عدالت باشد، خودتون ظلم میکنید. بعد دعاتون قبول نمیشه و میگویید که دعا کردم قبول نشد، عیب به شریعت میمونید. این حدیث بخاری هست. خلاصه سبوکی نکردن لازم در ادای قرض. الله تعالی میگه کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. اگر شما وقتی که ظالم شوید قرض ندید، شما ظالم حساب میشید. ظالم که شدید الله تعالی بالی شما به یک ظالمی دیگر مسخر میکنه و شما ظلم کرده میگردد. شما پایانتر ظلم میکنید و بالای شما ظلم میکنند. ظالمی کلانی الله تعالی میگه قادر است که با ظالمی کلانی میبره. ظالم الله تعالی با ظالم به هلاکت میرسونه. حرکت نمیرم بین الله تعالی ظلم من گفت برای خودم حرام کردم، برای شما هم حرام کردم، بندگانم ظلم نکنید بین هم دیگر. و ندادن قرض $100 دارید و نمیتید، این ظلم است. 16 در فکر زیاد کردن درآمد شوید. بیشتر مثلا با کدام راه مبلغ به دست آوردید یا تجارتی که از عهدهش میبرید، یکی تجارتی که نکردید نکنید. اینچنین قرض گرفته تجارت نکنید، خاصتا با پول کلان. و اگر هیچ راه نیابید، یک شاعر میگه که و اذا رأیت الرزق ضاق ببلدة و خشیت فیها ان یضیق المکسب فرحل فارض الله واسعة الفضاء طولا و عرضا شرقها والمغرب. اگر بینی که رزق در یک شهر تنگی میکند برایت، در یک شهر کارت آمد نمیکند، زندگی نیست، پول نیست و ترسی که در اینجا از کسب محروم میشی و بی پول میمونی، فرحل سفر کن. فارض الله واسعه. زمین الله وسیع است. ولی در روی زمین هایی که قدم آدمی زاد نرسیده است بسیارتر از آن جاهایی که رسیده است. در هر یک کشور آدم‌ها در یک شهرها شتگی هم اینقدر بیابان‌های خالی هست. زمین الله وسیع هست، طولا و عرضا، هم از روی درازیش هم از روی برش، شرقش هم غربش هم. سفر کن یکان جای دیگر. اگر جا همین تنگ یابی و یک تینم نیابی، سفر کن. مفتیان خلاصه برادر همین یک چند راهنمایی ها برای قرضدار است.
این کارهای میکنید. این چنین آدمایی که مردم از شما قرضدار هستند، اما آدمی که از شما قرضدار است، خاصتا اگر مسلمان است، الله تعالی میگه که و این کان ذو عسرة فناظرة الی میسرة در سوره بقره. اگر آدمی قرضدار واقعا به مشکلی گرفتار شده باشد، بانکرات شده باشد، مفلس شده باشد، امکانیتی پول دادن نداشته باشد، فناظرة الی میسرة، کمتر امکانیت دهیتون، مهلت دهیتون، وقتش فشاری بد نبیاریتون. و ان تصدقوا خیر لکم، یعنی که اگر خیر کنید، بخشیدم قرضت گویید، این باز برای شما خوب است. این کنتم تعلمون، اگر نیکی میدانسته باشد، خاصتا آدمی سزاوار باشد، آدمی مؤمن و مسلمان باشد و سبب قرضداریش هم مثلا آفت آمد، آفتی عمومی، سوختار مثلا، یا یگان مشکلی دیگر، بیماری، همین خاطر قرضدار شد، اگر بخشیده تواند بخشید برادرای بایها. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث هم میگه من یسر علی المحسنین یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره. کسی به آدمی که وزنین شده است، دین زندگیش مشکل شده، اگر آسان کند، الله برای او هم در دنیا هم در آخرت آسان میکند. چون در روایت مسلم من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فی ظله. کسی که اگر آدمی قرضداری که بر سرش مشکلی آمده است، امروز داده نمیتواند، راستگویی هست واقعا، اگر مهلت دهد، مالی وقت شده نتونستی، با یک سال دیگه وقت مثلا یا 2 سال دیگه وقت مهلت دهد، یا اینکه 50% یا 10% یا 20% وضع عنه قرضش اندک کند، سبک کند، الله تعالی روز قیامت در زیر سایش میگیرد. بنابراین که اگر امکانیت داشته باشه برای آدمایی که به سرش مشکلی آمده است آسان کنید. به هر حال آدمی مسلمان اگر رفت و قرضش در این دنیا ستانیده نتواند، اگر بخشیدید، سزاواری بخشیدن باشد، بخشید، مکافاتش الله میده، در روز قیامت در زیر عرش الله تعالی میشید، سایه عرش. اگر نبخشیدید، روز قیامت از حسنات اون آدم میگیرید، حسناتش نباشد از گناهتون به او میدید. به هر حال زیان نمیکنه برادرایی که یعنی که مردم از شما قرضدار هستند، اینقدر سخت خودتون غمگین نکنید. بعضی برادرها مثلا 500,000 دلار، 1 میلیون دلار قرض دادگی دیگر سلامتی خودشون رو گم میکنن. که قرض نداد فقط غمی همین که آواره، سلامتیتون هم گم نکنید. یعنی بر روز قیامت هست آخر همون 1 میلیون. آخر بعضی برادرها خیر و سخاوت نمیکنن، بعد زکاتاشون نمیدن و خیرای اضافگی ندارن، سانی الله تعالی پولاشون هم خیلی دیگر راهها کتی میگیره، میگه که همون 1 میلیون دلار به فلان قدر کارهای خیر کنم خوب بود که میشنید. یا ظالم قبول میگیره میگرده دیگر. خیر به هر حال اجرتون میگیرید و دیگر راه خطیده. اگر شما برازگی خودتان برارید برای راه الله تعالی، برای خدمت به این دین مقدس اسلام، این تنصر الله ینصرکم، اگر شما به دین مقدس اسلام خدمت کنید، الله برای شما یاری میدهد. برای این کارها کنید، برای مسلمان ها را دستگیری کنید، این ثوابش عظیمتر است. ولی اونم ثواب دارد، اونم مشقت است، ثواب دارد. در دو حالت مومن در همه حالت ولا تهینوا ولا تحزنوا، غمگین نشوید، خودتون خوار و ذلیل حساب نکنید. ولا تهینوا ولا تحزنوا، غمگین نشوید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مادامی که مؤمن باشید شما عالی هستید، کارتون به خیر است ان شاء الله. مؤمن ایمان این تنی مال است، پروا نکنید به دیگر کم و بیشی از مال ملک دنیا. الله تعالی برای تمام قرضدارها رهایی از قرض، نجات از قرض را نصیب روزی گرداند. والله تعالی اعلم.